مسئولان امنیتی در ولایت غزنی میگویند نیروهای پلیس در منطقه کوتل روضه در مسیر شاهراه کابل قندهار 2 تن را بازداشت کردند که قصد داشتند 14 کیلوگرم تریاک را از ولایت بامیان به ولایت قندهار قاچاق کنند. به گفته آنان این مواد در یک موتر به گونه ماهرانه جاسازی شده بود. دا خو په اندازه د 14 کیلو تریاک مواد مخدر دي چې له بامیان ولایت څخه قندهار ولایت ته انتقالول او د موږ مجاهدینو د روضې کوتل په چک پوینټ کشف او ونیول. مقام های امنیتی تاکید میکنند که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر جدی هستند و میگویند هفته گذشته نیز در همین شهر 10 کیلوگرم مواد مخدر نوع شیشه کشف و ضبط شده بود. په تیر هفته کې تقریبا 13 کیلو شیشه او 1200 زیکب کلی موږ ګیر کړي دا چک پوینټ. این نخستین بار نیست که در غزنی از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می شود، بلکه پیش از این نیز 10 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر در این ولایت به دست نیروهای امنیتی افتاده بود.